درود و مهر به نیکاتاروتی های عزیزم. انرژی خانی ماه به ماه رو داریم. لایک ویدیو یادت نره، ماه تولدت رو هم برام کامنت کن. تیر ماهی عزیزم، اگه قصد انجام یک سرمایه گذاری رو داری، باید بهت بگم سرمایه گذاری عالیه، نتیجهش آینده بسیار درخشانی داره. حتما بهت توصیه میکنم که انجامش بدی. مرداد ماهی ها شما رو در حال دفاع از خودتون میبینم یا دفاع کردن از عزیزان و خانواده‌تون میبینم در مقابل یک عده. اگرم که کار قانونی و دادگاهی دارید، وکیل شما به خوبی در دادگاه و قانون از حق شما دفاع خواهد کرد. شهریور ماهی های عزیزم، شروع تازه داری، فرصت های جدیدی در اختیارت قرار میگیره، مهاجرت و جابجایی هم برات دیده میشه. و اما مهر ماهی ها شروع تازه دارید، تغییرات فوری و مثبت در زندگیتون رخ میده، پیروزی در یک مسئله رقابتی که با عده‌ای یا شخصی رقابت میکردید با خودته. اگر به دنبال سرنخ یا روشن شدن مسئله‌ای هم هستی، به دستت میرسه.